اساسی است. هیئت دسته میزبان وخش با таври зайл است. در خط دروازه رقم 1 سردار کبولجونوف، بازیگران خط دفاع رقم 13 سرگئی یاورس، علیشیر شکوروف، رقم 30 امانوئل واننگو، رقم در خط دروازه رقم 1 شاهروخ جان اشبوتاев بازی میکند. بازیگرانی که در خط دفاع هستند جانی بک شریپوف، رقم 11 موحیدین عادیلوف، رقم 28 انانی جولیوس کواسی. ناظر داوران نصرالدین عزیزов از ناحیه قبادیان و کمیسر بازی جمشید اسماعیلوف از شهر دوشنبه. با همین دوستان گرامی از مرکز استفاده ایستاده است. خب در این برابر دوستان گرامی چند از رقابت‌های دوره 16 با تأخیر افتادند. در این باره هم گفتم میگذاریم. اینجا فرصت هست، ضربه بسیار خطرناک در همین لحظه ها و طور باید بازی یکمی دوره نیم نهایی جام تاجیکستان صورت گیرد. دومای هجومی بازیگران دسته وخش، اما در این حالت سنت‌الله عزیزов توپ را از دست داد. باز هم تلاش‌های عزیزов خیلی فعال است در همین لحظه ها. پسی او چگونه امکانیت فرصت پیدا می شود، ضربه و گل در آغاز رقابت امروز بعد از دومین هجومی که بازیگران دسته وخش تشکیل کردند با آنها میسر شد. ارتش به خطا راه دادند و در نتیجه ما شما دیدیم که حساب شده شد. یک بار دیگر توجه کنید که عزیزов چگونه اینجا حرکت کرد. پسی او با همدستش، اما خواستند بازیگران دسته ارتش پیش راهی بنجامین امپونسا را بگیرند. تو باشد به نزد نوریدین همراخلوف آمد و نوریدین از این امکانیتی خود ارسالی توپ را میبینیم. فرصتی بسیار خوب و اینک حساب دوستان گرامی برابر می شود 1-1 و کامران ابراهیموف حساب را ضربه کنجی از سوی بختیار عظیموف و ببینید جایش کامران ابراهیموف هم به مقصد موافق بود. او از برای حالت خوبی جسمانی خود را نگاه داشتن، اونها همین گونه بازی رفیقانه برپا کردند. اینجا گزارش نوبتی توسط کنه اینجا بیاد هجوم بازیگران دسته وخش رو ببینیم. خدای داد اوزاقوف ضربه او و راست بگیم چند ثانیه زیاده در اختیار یک دسته تو باقی نمیماند. اینجا گزارش بسیار زیبایی بازیگری دسته ارتش ولی بعداً میافتد در داخلی جریمه سوی اسلام اسحاقجانوف. اما ببینید از سه فوتبال بازی حریف چگونه گذشت. انا در حالت اخیر دو دراز فکر کردن باعث بر آن شد که توپ را علیشیر شکوروف بگیرد، ولی بعدا تلاش‌های موحیدین عادیلوف اینجا بسیار خوب بود. ویران شدن قاعده بازی باز هم قاعده بازی ویران شد و ببینید کارت دومی زرد نشان داده شد به علیشیر شکوروف و با همین او را از میدان داور خارج میکند. و راست ضربه میزند در این حالت از وضعیت استانداردی موحیدین عادیلوف توپ را نگاه داشت. پاسی بسیار خوبی او و فرصت پیدا می شود، اما در این حالت از امکانیت دسته ارتش باز توپ را از اختیار خود بیرون میکنند. امپونسا با پیش می رود و این دفعه اکنون پاسی او به کنار چپ بکمرو تایتوف با توپ ارسالی او را میبینیم. وضعیت خطرناک است، فرصت ضربه و گل دوستان گرامی در دقیقه 86 بازی بازیگران وخش حساب را 2-1 میکنند. اینجا افساید نیست البته، اما حالتی بعدی رو هم باید ما ببینیم. اما اینجا ارسالی توپ صورت میگیرد. نه میدونید اینجا هم افساید نیست. چرا؟ زیرا اسرائیل خولوف قفا مونده است. از میانی بازیگرانی دسته میبینیم بررسی میشود. داور برمیگردد، کارت زرد بکار و آن با کارت سرخ تبدیل میشود. باعث بازیگری با تجربه هم خوجند، هم روشن، هم ریگرفد است و هم ارتش رو اینجا خیلی خوب حرکت کرد. نوریدین همراخلوف ولی ضربه زده او خطا بودند که تأخیر کردن در این لحظه. خیلی خوب توپ رو نگاه می‌دارد. ارسال توپ از او باز یک ضربه دیگر و دروازه‌بان این امروزه با اشتراک دسته‌های وخش و ارتش خاتمه می‌یابد.
بله همین طور هم هست. غلبه بویرودوی خود را در این بازی دسته بخش خود می‌یافت. گروه بزرگ جودو تکنیکی شبکه تلویزیونی ورزش تحت رهبری کارگردان فیروز بختیبکوف این گزارش را از شهر بختر